هی امروز میخوام براتون ولاگ بگیرم که حالا دانشگاه میرم، سر کار میرم، روتین همیشگیم که خب الان تقریبا از زمانی که مواجهاتم همینه. روتین من از ساعت 7 صبح بیدار شدم، 2 ساعت حاضر شدم، من کلا گوشه دیدم. کلاسم تموم شد، الان دارم من یه قهوه بگیرم، بعدش برم سر کارم، برم یه قهوه بگیرم، یکم روشن شم. دو شب انقدر استرس دارم و فکر میکنم اصلا نمیتونم بخوابم. الان برم یه قهوه بگیرم و اینکه هوا سرده و من باز بدون شلوار اومدم، یعنی بدون شلوار کنم. من ببین الان 3 سال، سومین سالیه که تو این دانشگاه و هیچ دوستی تو این دانشگاه ندارم. فقط میرم سر کلاس، خیلی ریلکس میام بیرون. اصلا انسان اجتماعی نیستم. به مرور منو میشناسه. من دوستایی که دارم فقط با همونا میگردم و کلا همیشه تنها هستم. تو قهوه میخوردم، این سر کار اینم روتین هر روز من بودو کلاسم تموم شد. الان قهوه خوردم که روشن شم، برم سر کار بکنم. بتونم کلی کار کنم. پنجشنبه ها من از صبح کلاس دارم تا الان هم اومدیم که لابراتوار اینم دوست عزیزم نشونت بدم نه اصلا بعدا نشون rica ediyorum, size inanıyorum. Ne kadar beni kendi deneyimlerimle bağırtmış da olsanız. اون کسی که انتخاب کرده رو برم برای اینکه مثلا ببینیم که میخواد بچه اینجا کلا یه طبقه کامله که خب تو همه دانشگاه اینجا هست دیگه، یعنی ایران هم هست که واسه درس عملی. اینجا مال دندون پزشکی. چه قیافه‌ای؟ الان یه 10 دقیقه استراحت داریم، بعدش باید بریم دوباره سر کلاس ببینیم چی میشه. خروجی کجا بود؟ بچه‌ها من از اونجایی که ناخونم اینقدر بلنده رفتم چه استاده بعد از کلاسمون قرار شده بود رو به دو گروه شیم که واسه چیزای تمرین عملی گفتش که نمیتونی با این لباس مثلا بیای شرکت کنی و اینا. باید ورزشی و لباس راحت دو به دو مثلا عملی انجام میدیم و فردا بهم گفت باید بیای. من الان چجوری دلم بیاد امروز برم کوتاه کنم به خاطر اینکه شرکت کنم. واقعا ناراحتم، یعنی از جهت چون که سال 2 شدم باید ناخونا رو باش بای بای کنم. الان اومدیم یه قهوه بخوریم دوباره 1 کلاس داریم. بچه‌ها من دیدم که تایم دارم، تصمیم گرفتم که چون دانشگاه و سر کارم هم نزدیکه تصمیم گرفتم پاشم بیام سر کار این بین بیکار نباشم. بچه دارم میرم کلاس بعدی که علامت کیوتم رو یادتونه، یعنی نمیدونم احتمالا اون ولاگو شاید نذارم ولی این که علامت داستانش اینه که رفته بودیم خرید کنیم و کیوتی طلاییشو گرفت، منم این رنگیشو گرفتم. Durumlarımız var. Çağdaş tedavi yöntemleri ve yeni nüfusu karşılaştırdığımızda birçok yapacakları kurumsal ve bireysel faktörler değişiyor. Koruyucu rehabilitasyon بریم
دو تا یا سه تا امتحان دادیم. 3 تا از امتحانمون رو دادیم. من می‌خواستم از دیروز بلاگ بگیرم ولی دیروز انقدر استرس داشتم اصلا پشیمون شدم از اینکه از هفته امتحان می‌خوام بلاگ بگیرم. روز دوم امروز 3 تا امتحان داشتیم، 2 تاشو دادیم. الان آخریه که عملیه، دونه دونه میریم تو ماساژ میریم. و از همه اینا بدتر، از همه موقعیت‌ها بدتر، حالا به جز که هفته امتحانامه و کلی درگیری تروما داشتم تو این 1 ماه اخیر. از یک زمانی به بعد که بعداً می‌فهمید من کلاً تروما داشتم و الانم بدتر از همه اونا اینه که مجبور شدم ناخنامو کوتاه کنم و خیلی ناراحتم. همین دیگه. این که داشته باشیم. بچه اینجا سالن امتحانه. اینجا بچه ها دارن همدیگه رو ماساژ میدن و اینجا اتاقیه که باید بریم داخل امتحان. الان اون کسایی که داخلن یکی بعدیشون منم. یعنی چی گفتم؟ اینا میان بیرون، من میرم. بعد واسه امتحان باید روپوش میپوشیدی. من روپوش پوشیدم، براتون دکتر شدم. اینم روغن ماساژه ولی من نباید تا کامیلش انتخاب میکنم چون در حد 2 دقیقه که کسی رو ماساژ میدم دستم درد میگیره. ناخنام هم مشاهده میکنید دیگه با کردم متاسفانه چیزی نمونده تا نوبت همشه. استرس مود میزنه. بچه برای اینکه حرفه‌ای به نظر بیام براتون روغن گذاشتم تو جیبم برم. بچه از امتحان اومدم بیرون. امتحان اینجوری که باید میرم. امتحان تموم شد. بچه ها اینجا منتظرن. مایا هنوز باید بشینیم. نوبت چه؟ عالی شد. 1 ساعت دیگه اینجایی ولی من میرم. بچه ها اصلا دانشگاه انتخاب نکنید که باید کنید. خدافظ. واقعا راست میگه. درستم فایل من ببین ترکی گفتش که نقطه نمیدونم چی شما شاید پیدا کنید. من ولی میرم. میتونم خوشحال باشم یه ذره از مایا وضعیتم بهتر. خدافظ. بچه دوستم رو دیدم تیکه کلام. چی بود؟ نخ کلام؟ رشته کلام از دستم رفت. چیز کردم رفتم داخل امتحانم رو دادم. پوشو در بردیم. این روغنم مال دوستم باید ببرم بهش بدم. صبح بخیر بچه ها. خیلی قیافم خوابال بود. میخوام اینو بگم که خیلی هیجان دارم بابت امروز اولین ویدیو یوتیوبم آپلود میشه که با میلاد میلمی رو موز کنار هم. الان اینجوری براتون اوجل مامپنی کردم. این فیچر میلونه رو پوشیدم و دارم میرم دانشگاه. و خب این ادامه ولاگ یه دانشجوی فیزیو. حالا امروز دوباره کلاس دارم. دیرم هم شده. بچه کوچکترین کیف دنیا رو در تصویر میبینید. خیلی جوجوه نه؟ بچه شاید باورتون نشه باز هم مثل هفته گذشته هفته پیش من 5 دقیقه دیر اومدم. این استاد 2 تا کلاسی که یعنی 2 تا گروه کرده دانشگاه چون تعداد زیاده. یه سری مثلا گروه اول هم مثل من 9 تا 11 مثلا درس رو میده میره. باز دوباره 11 تا همون درس رو میاد دوباره توضیح میده برای گروه دوم. و الان هفته پیش من به خاطر اینکه 5 دقیقه دیر اومدم بهم گفت اگه درس دوم دوباره بمونی دوباره درس رو گوش کنی چیز میکنم صورت رو میزنم. الان دوباره این هفته من 5 دقیقه دیگه رسیدم و شد که الان من باید دوباره امروز هم 2 بار درس رو به شدت هم خوابم میاد. هم خوشنده تغییر مودم بعد مادم یه قهوه بخورم اعصابم یه سمجاش. حتی اسمم هم اشتباه نوشتم. یعنی شروع هفته میکنم عجیب غریب بود. شما که برداشت خوب پیش بده امروز ویدیو هم اپلود میشه.
dışa doğru. Kalkınıyor, tendon içeri doğru. Tamam mı? بچه ها کلاس تموم شد. الان دارم میرم سر کار. هوا هم خیلی خوشگله امروز. خیلی انرژی مثبت امروز کلا. نمیدونم شاید بخاطر اینه که اولین ویدیو ما توی یوتیوب گذاشتم ذوق اونه بکنم. بچه ها آب بنوشید. بچه ها من رسیدم سر کار. بعد از اون موقع تا الان درگیر ویدیوهای یوتیوب بودم. بچه اونجا دوربین داریم. الان مدیرم میبینه. بعد برمیشم اینجا ویدیو یوتیوب هم باز کردم ببینم گل تو خونه بهاره. این بچه ها پرستاره. اینقدر دلم همش میخواد مریض شم وقتی کنارشم. فکر میشه یه پرستار انقدر خوشگل باشه. نگاش کن چه ناز میخنده. حالا من اون روش اومد بیرون داشتم تعریف میکردم. دلم میخواد چون یوتیوبمو تازه زدم انقدر ذوق دارم. دلم میخواد تو دانشگاه راه برم و همه بگن ساب کنین. میمیل و موز. چرا؟ خواستم بعدا میفهمین چی گفتم. هر 5 دقیقه یه بار مثلا یه دونه کامنت خوب میگیرم، یه دونه لایک جدید تو یوتیوب میگیرم. بعد میرسه به 90 مثلا سابسکرایب داد میزنم. بنده خدا بهار و کلشو من دارم میرم خونه. بهار میخواد بشینه تو دفتر درس بخونه. مادر کوله رو خاموش کن، به گاز دست نزن، مراقب خودت باش، درم حتما قفل کن باشه. وقتی یه ذره از یه نیروی زودتر اومدی احساس مسئولیت میکنی، جو میگیرده. پس دیگه مراقب باش دیگه. ببین خسته است از دستم. مورد علاقه ترین قسمت روزم وقتیه که دارم برمیگردم خونه. که تو ایرانی قدر خونه مادر پدرتون موندن رو بدونی. ببین مستقل شدن خودش خیلی کیف داره ولی سختی داره. با من ویدیو رو آپلود کردم امروز. بعد همه نوشتین موزی. خیلی ذوق میکنم که اینجوری میگین. مرسی که تا اینجای ویدیو رو نگاه کردین. اینم از ولاگ لوسی بود. آیدا پرتش کرد. انگار اسباب بازی این بچه. بازیچه دست ماست تو خونه. بازیچه دست دختران هست. آره خیلی اذیتش میکنی من آیدا. امیدوارم که لذت برده باشین از این ویدیو. پیشنهاد بدین که ولاگ چی بگیرم. سعی میکنم تو ولاگ‌های بعدی خیلی با جزئیات تر باشه ویدیو. آرایش کردن و از اسکینکر از همه چی بذارم براتون. و مرسی که تا اینجا دیدین. صابون میشوره صورتش شبا. صابون گل نه. میذارم براتون. اسکینکر نداره. دارم. دوستتون دارم از یک دنیا. بچه جوجه تیغی نماد شانسه. یه دونه جوجه تیغ اندازه یک دنیا جنبه احتمالش هست. جوجه تیغی بگیرین تو خونتون. ما گرفتیم که شانس بیاره برامون. فعلا که نیورده ولی شاید آورد. دوستتون دارم.